بسم الله الرحمن الرحیم. اومدن دیدن کسی پشت دیواری نشسته، مجلسی میفرماید، فرمود یه خواهشی بکنم ازت. گفت فأمر یا ابن رسول الله انا لک، من متعلق به شما. فرمود از سایه این دیوار پاشو بشین تو سایه اون دیوار. پاشد نشست. گفت آقا اجازه میده؟ امر شماست، اما علت رو بپرسم. فرمود این دیوار مالک از مخالفین ماست، تو سایه این نشستی، سایه دیواری بر سر شیعه ما سایه کرده، فردای قیامت حق پیدا میکنه به گردن ما این مخالف در باب شفاعت و غیره. ما نمیخوایم اینا از ما چیزی طلب داشته باشه. اون سایه دیوار که گفتم یکی از دوستان ماست، از خودتون. برای این که کسی از محبین به سایه دیوار غیر نشسته، امام بر خودش لازم میداند شفاعت و مکافات به احسانش رو برای دوست و محبشون. یه عمر لباس مشکی پوشیده، گفته یا ابا عبدالله، پا شده ذوق و شوقش این بوده بره کربلا در زندگیش. برای این چه کار میکنه؟ برای این که وقتی میگفته امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قلب شاد میشده و نور فوق نور میومده در قلبش، اینو چه کارش میکنه؟ مجلسی میفرماد همین که میذارن تو قبر، امام صادق فرمود درو میبند، این محب میبینه رو سینه‌ش یه چیزی مثل نور اما نرم، چشمانو وام ببین. امیر المؤمنین طرف راست گذاشته، میگه فلانی پسر فلانی نترسی، انی معک، ما با توییم. ملکین میان سوال میکنن، آقا یکی جوابش میده، من ربک؟ آقا مفرمد هو یعلم، الله جل جلاله ربه. تلقین حقیقی اینجاست. من نبیک و یعلم ان محمدا صلی الله علیه و سلم نبیه. یکی تلقین میکنند، بعد ملکین عقب میرن. و جعل الله قبره روضة من ریاض الجنه. 70 باب به طرف بهش باز میشه، بوی ریاحین و گلها از اون درها میاد. ندا میرسه یا ولی الله سرعت کن بیا، منتظرته. این محبت امیر المؤمنین بمونید در این دنیا قوقاست. فرمود خدا رو شکر کنید، زین العابدین علیه السلام فرمود بین این همه خلائق ما رو در مملکت شیعه اثنا عشری قرار داده و به زبانمون تا به دنیا آمدیم اول کامونو به تربت برداشت، بعدم در گوشمون گفتن بعد از توحید و نبوت اشهد ان علی ولی الله. فرمود شکر کنید خدا رو.